ساختار شگفت‌انگیز عضله اسکلتی. آیا تا به حال به این فکر کرده اید که چگونه عضلات شما قادر به تولید نیروی باورنکردنی برای حرکت هستند؟ معماری عضله اسکلتی یک شاهکار بیولوژیکی است که بافتی نرم را به یک موتور مکانیکی کارآمد تبدیل می‌کند. این تصویر یک نمای برش عرضی و طولی از این ساختار پیچیده را نشان می‌دهد که از کوچکترین واحد انقباضی تا اتصال نهایی به استخوان سازماندهی شده است. خلاصه کوتاه، عضله اسکلتی توسط بافت‌های همبند سه‌گانه‌ای اپیمیزیوم، پریمیزیوم، اندومیزیوم سازماندهی شده که فیبرهای ماهیچه‌ای سلول‌ها را به دسته‌هایی به نام فاسیکول تقسیم می‌کنند. این فیبرها پر از تارچه‌های انقباضی، اکتین و میوزین هستند. این ساختار پیچیده از طریق تاندون به استخوان متصل شده و توسط نورون حرکتی کنترل می‌شود. تمرینات قدرتی باعث می‌شوند فیبرهای ماهیچه‌ای با افزودن تارچه‌های بیشتر، هیپرتروفی، ضخیم‌تر و قوی‌تر شوند. 1. معماری سازمانی عضله و اتصال آن. سازماندهی عضله اسکلتی که در تصویر به وضوح مشخص است، یک سیستم سلسله مراتبی است که برای انتقال کارآمد نیرو طراحی شده است. تاندون در انتهای سمت چپ تصویر مشخص است. این بخش که امتداد بافت‌های همبند داخلی است، نیروی انقباضی عضله را به استخوان منتقل می‌کند. اپیمیزیوم غلاف بیرونی و ضخیم است که کل ساختار عضلانی نشان داده شده را احاطه می‌کند و در واقع کل عضله را از بافت‌های مجاور جدا می‌سازد. فاسیکول دسته‌ای از فیبرهای عضلانی است که در وسط تصویر دیده می‌شود و توسط پریمیزیوم احاطه شده است. پریمیزیوم غلاف بافت همبند است که هر فاسیکول را در بر می‌گیرد و مسیر عبور رگ‌های خونی، رگ خونی به عمق عضله را فراهم می‌کند. اندومیزیوم نازکترین لایه است که هر فیبر ماهیچه منفرد را درون فاسیکول احاطه می‌کند. مویرگ خونی و پایانه‌های عصبی از نورون حرکتی مستقیماً از طریق اندومیزیوم به سلول عضلانی می‌رسند. بافت پیوندی اصطلاحی جامع برای مجموعه‌ای از این غلاف‌های همبند، اپیمیزیوم، پریمیزیوم، اندومیزیوم است که در کل ساختار عضله دیده می‌شوند و یک پارچگی ساختاری را حفظ می‌کنند. 2. واحد انقباضی، فیبر و محتویات آن. قلب عملکردی عضله در واحد سلولی آن قرار دارد که در سمت راست تصویر به نمایش درآمده است. فیبر ماهیچه در واقع سلول عضلانی منفرد است که هسته اصلی تولید نیرو است. سارکولما غشاء پلاسمایی دیواره فیبر ماهیچه است. این غشا مسئول دریافت پیام عصبی از نورون حرکتی است تا انقباض را آغاز کند. تارچه مایوفیبریل ساختارهای استوانه‌ای ریز هستند که درون فیبر ماهیچه دیده می‌شوند. تارچه‌ها از پروتئین‌های انقباضی، اکتین و میوزین تشکیل شده‌اند و واحدهای انقباضی واقعی عضله هستند. C. کنترل و سوخت‌رسانی نورون حرکتی. این عصب از پایین و راست تصویر وارد شده و پیام عصبی را به فیبر ماهیچه می‌رساند تا انقباض رخ دهد. رگ خونی و مویرگ خونی شبکه عروقی در داخل پریمیزیوم و اندومیزیوم است که اکسیژن، انرژی و حذف مواد زائد متابولیکی را برای فعالیت فیبرهای ماهیچه‌ای فراهم می‌کنند. مکانیسم هیپرتروفی چرا عضلات با تمرینات قدرتی بزرگ می‌شوند؟ بزرگ شدن عضلات در پاسخ به تمرینات قدرتی، هیپرتروفی عضلانی، یک فرایند سازگاری بیولوژیکی است که با ارجاع به تصویر بهتر درک می‌شود. 1. تحریک مکانیکی وزنه‌برداری سنگین تنش مکانیکی زیادی بر تارچه‌های انقباضی وارد می‌کند. این فشار به عنوان یک سیگنال قوی توسط فیبر ماهیچه، سلول عضلانی درک می‌شود. 2. آسیب‌های میکروسکوپی این تمرینات باعث ایجاد پارگی‌های میکروسکوپی در پروتئین‌های تارچه‌ها و بافت همبند مانند اندومیزیوم می‌شوند. 3. ترمیم و ساخت بدن برای ترمیم آسیب‌ها، فرایند سنتز پروتئین عضلانی MPS را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد. این سنتز پروتئین، اکتین و میوزین بر فرایند تجزیه غلبه می‌کند. 4. افزایش قطر فیبر نتیجه این است که فیبر ماهیچه برای تحمل بهتر بارهای آینده با افزودن تارچه‌های جدید و یا ضخیم‌تر کردن تارچه‌های موجود بزرگتر و قطورتر می‌شود. به عبارتی حجم ماده انقباضی درون سارکولما افزایش می‌یابد. 5. افزایش اندازه عضله با ضخیم‌تر شدن تمام فیبرهای عضلانی درون فاسیکول‌ها اندازه کلی عضله افزایش یافته و توانایی آن در تولید نیرویی که از طریق تاندون منتقل می‌شود بیشتر می‌گردد. توصیه برای دسترسی به اطلاعات جامع و علمی در مورد فیزیولوژی ورزشی، تغذیه و سلامت عمومی، عضویت در کانال فراسلامت را به شما توصیه می‌کنم تا دانش خود را در این زمینه‌ها عمیق‌تر